بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک و همچنان اعثرنا آنان را به احوالشان مطلع ساختیم. اعثرنا علیهم یعنی به حالت از اونا را مطلع ساختیم. لیعلموا تا که بدانند که ان وعد الله حق، یقینا که وعده الله حق است. و ان الساعة لا ریب فیها، و یقینا که لحظه یا ساعتی که در اونجا قیامت میشه هیچ شک در اون نیست. اینجا ساعت گفته شده به خاطر ازی که امی لحظه‌ای که قیامت میشه در یک جای دنیا روز میباشه، در یک جای شب میباشه. بنابراین این ساعت تعبیر شده هست، یعنی در اون ساعتی که قیامت میشه در اون هیچ شک نیست. اذ یتنازعون بینهم، وقتی که اینا در بینشان متنازع یا نزاع میکردن، جنجال میکردن، امرهم در کار از اینا. فقالوا، پس اینا چی گفتن؟ فقالوا ابنوا علیهم بنیانا، گفتن بالای از اینا وقتی که اینا دوباره فوت کردن، آل گفتن که اینا خود می بین امی غار ماندن، آل گفت چی کنیم؟ یک تعدادشان گفتن که بالای از اینا یک بنای آباد میکنیم، یک دیوار آباد میکنیم. ربهم اعلم بهم، ربشان اعلم و بسیار عالم است به حالت از اینا. قال الذين غلبوا على امرهم، گفتن کسانی که اونا غالب بود بالای امورشان. غالب علی امرهم به این معنی که اینا کسای سیاستمدارای قوی و که بودن، اینا چی گفتن؟ لنتخذن علیهم مسجدا، بالای از اینا، همینجا بالای قبر از اینا چی میکنیم؟ مسجد آباد میکنیم. خب در اینجا چند موضوع هست. یکی است که وقتی اینا را حالتشان بیان شد، در اینجا قرآن عظیمشان دو دلیل بیان کرد. به دلیل اولی را بیان کرد که این حالت از اینا بیان شد، کل مردم از این خبر شدن که کسایی که چقدر وقت، یعنی به اضافه از 300 سال اینا مثلا زنده نبودن یا روحشان قبض شده بود یا هر شکلی که بود مرده بودن، دوباره اینا زنده شدن. پس کل مردم فهمیدن که چی است؟ فهمیدن که ان وعد الله حق، اول وعده الله حق است. ای که الله متعال گفته که در روز قیامت، در این ساعت قیامت میشه، این حق است. و ان الساعت، و امی لحظه‌ای که قیامت میشه، هم وعده الهی به زنده کردن به بعد از موت، یعنی بعث هم حق است، زنده شدن بعد از مرگ هم حق است، و روز قیامت هم حق است. خب در مورد از اینکه اینا درباره از این منازعه میکردن، علامه ابن جریر طبری در این قسمت میگه که اینایی که جنجال میکردن آیا مسلمان ها بودن؟ و قول دومی است که اینا مشرکین بودن. به هر صورت اگر اینا مسلمان ها هم بودن، یعنی پیروان عیسی علیه السلام هم بودن، لکن به گمراهی کشیده بودن. چرا؟ به خاطر ازی که اونایی که مثلا گفتن که بالای از اینا مثلا چی را جور بکنیم، امی سر قبر از اینا مسجد جور بکنیم، این به خاطر ازی که این عادت یهود و نصارا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر از این بیان میکنه که لعن الله الیهود و النصارا، الله لعنت کرد بالای یهود و نصارا، اتخذوا قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد. سر یهود و نصارا چرا لعنت الله شد؟ به خاطر که اینا قبرهای پیغمبرای خود و قبرهای انسانهای صالح و اولیاء الله و دیندارای خود چی کردن؟ اینا را مسجد ساختن، سجدگاه ساختن. سر قبر وقتی که مسجد ساختن، بالاخره سبب از این شد که مردم به عوض که به الله سجده بکنن، به صاحبای قبر سجده بکنن. یحذر ما فعلوا، راوی میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا مسلمان ها رو در حذر قرار میتن از آنچه که اونا کردن، یعنی مسلمان ها این کار باید نکنن. و این که اونا کردن، این سبب چی از اینا شد؟ سبب لعنت شد و سبب کفر از اینا شد. خب اینال همین کار که اسی سبب به چی میشه؟ به خاطر ازی که این کار سبب ازی میشه که کسایی که این کار میکنن سبب شرک و گمراهی از اینا میشه. اینال هر کاری را که مثلا یهود و نصارا کرد، اگر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار بکنه، اینا هم در عین مشکل و در عین شرکیات داخل میشن. چرا در حدیث دیگه که
این هم حدیث متفق علیه هست. ابی سعید خدری رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا تتبعون سنن من کان قبلکم، گفت که شما پیروی میکنین، یعنی متابعت میکنین روش های قبلی ها را، یعنی لحظه حتی لو دخلوا جحر ضب، ولو که اگه در یک سوراخ سوسمار هم داخل شده باشن لا دخلتمو، شما هم داخل میشیم. قالوا گفتن یا رسول الله، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الیهود و النصارى، آیا یهود و نصارا منظورتون است؟ قال فمن، پس گفت که کی باید باشه؟ یعنی اینجا در اینجا است که در این آیت شریف دلیل از به ای که یهود و نصارا و این نصرانی هایی که سر قبرهای پیغمبرا، سر قبرهای صالحین مسجد ساختن و بالاخره او را سجدگاه ساختن و بر از او عبادت کردن، این کار سبب لعنت از اونا شد. و این برازیه هست برای حذر به امت اسلام است که شما متوجه باشین که در این بلایی که اونا مبتلا شده بودن شما خود وقایه بکنین و در این داخل نشین. اینال کسایی که پیرو قرآن و سنت است این موضوع را میفهمه و کسایی که پیرو قرآن و سنت نیست به این مرض ها چی میشن؟ مبتلا میشن. سیقولون ثلاثه، اینا میگن که اینا 3 نفر بود. یک اختلاف و جنجال دیگه خدا اوجا کردن. یک گپ دیگه هست، بسیاری وقتا که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم یهود و نصارا بودن، کسایی که قصه از اینا میکردن، بعضی میگفتن که این اصحاب کهف 3 نفر بودن، رابعهم کلبهم، چهارمشان سگشان بود، یعنی 3 انسان بود و چهارمیشان سگشان بود. و یقولون خمسه، و بعضشان میگه که اینا 5 تا بودن، سادسم ششمیشان کلبهم سگشان بود. رجما بالغیب، اینا ایگبها را یعنی رجم، یعنی مثل رجم مثلا چی را میگن؟ سنگ انداختن میگه. یعنی اینا یک سنگ یک کس به عشوایی در یک جای میبرد، سنگ هم تو میپرده. اینا میگه در مسائل غیبی این میخواسته مثل که یک نفر در یک صحرا میبره سنگ هم تو میپرده، معلوم نیست که سنگ در کجا میخوره. اینا هم این میخواستن گپ در غیب بدون علم میزنن. و یقولون 7 و 8 کلبهم، و بعضشان میگه که اینا 7 تا بودن و 8مشان سگشان بود. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو رب من پروردگار من بسیار عالم است به تعدادشان. ما یعلمهم الا قلیل، اینا را نمیفهمن، امی تعدادشان بسیار کم. فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا، دیگه الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در این مسئله به امرای از اونا زیاد مناقشه مکن مگر بسیار مناقشه ظاهری. ولا تستفتی فیهم منهم احدا، و در این مورد از هیچ کدام از اینا یعنی از اهل کتاب پرسان نکن. خود خلاصه در اینجا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که در مورد ما یعلمهم الا قلیل چی میگه؟ میگه انا من القلیل هم 7 و 8 کلبهم. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که من از جمله امی قلیل هستم که یا گفت که نمیفهمم مگر یک تعداد قلیل. عبدالله ابن عباس میگه از جمله از امی قلیل من هستم، پس من براتون میگم که اونا 7 نفر بودن، 8مشان سگشان بود. چرا که در آیات شریف هم شما ببینید که قولای قبلی را رد کرده، اما در قول سومیش که گفته شده که 7 و 8 کلبهم، در این باره دیگه باز چیز نگفته هست. خب ولا تقولن لشیء، بعضی از چیزها به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعضی از سخنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعض مطالب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه، اوامر هست. ولا تقولن، و مگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم لشیء، به یک چیزی، انی فاعل ذلک غدا، که من این کارا میکنم فردا، الا ان شاء الله، مگر که ان شاء الله بگویی. یعنی باید همیشه هر کار را که میکنی در او باید چی بگویی؟ ان شاء الله بگویی. واذکر ربک اذا نسیت، و یاد کن ربت پروردگارت اذا نسیت، اگر یک کار گفتی من این کار میکنم و ان شاء الله نگفتی، اینا بیا الله را یاد بکن وقتی که فراموش کردی. و قل عسى ان یهدینی ربی، و بگو که امید است که الله سبحانه و تعالی نزدیک است، یا امید است که الله سبحانه و تعالی مرا هدایت بکنه. چی هدایت بکنه؟ لاقرب من هذا رشدا، از این که هم بهترتر و خوبتر. ولبثوا فی کهفهم، اینا میگه باقی ماندن در امی سوراخ. کهف سوراخ، همین سوراخ کوره میگن. در اینجا اینا باقی ماندن 300 سنین،
300 سال و ازداد 9 و برای اضافه کردن 9 یعنی 309 سال. قل الله اعلم بما لبثوا، بگو که الله هست که میفهمه که اینا چقدر وقت اینجا بودن. له غیب السماوات والارض، برای الله سبحانه و تعالی است، یعنی مخصوص الله هست علم غیب آسمان ها و زمین. ابصر به و اسمع، بس چقدر الله سبحانه و تعالی بصیر است و چقدر الله سبحانه و تعالی سمیع هست، یعنی بینا و شنوا هست. این دو صیغه را در زبان عربی به نام صیغه تعجب میگن. تعجب یعنی این معنی که یک کس مثلا از یک چیز تعجب میگن که سبحانه و تعالی چقدر سمیع و بصیر است. ما لهم من دونه من ولی، نیست برای از اینا نه کدام ولی نه کدام دوست است. ولا یشرک فی حکمه احدا، در حکمش هم الله سبحانه و تعالی کس را شریک نمیکنه. ولایت که از دوستی که است، ولایت الله که از بالای مخلوقات دو قسم است، یکی ولایت عامه هست و یکی ولایت خاصه. ولایت عامه ای است که الله متعال برای تمام مخلوقاتش مسلمان و غیر مسلمان کلشان مسخر است به الله سبحانه و تعالی و تحت حکم الله هستند و الله برای از اینا روزی میته و زندگی میته. این برای مؤمنین و کافرین برای کلگی، این ولایت عامه میگن. و ولایت خاصه چی است که مخصوص مؤمنین است، که الله دوست مؤمنین است و الله از اینا دفاع میکنه و الله برای اینا را هدایت میکنه. ولا یشرک فی حکمه احدا، در اینجا هم یکی از موضوعات بسیار مهم اعتقادی هست و این هست که شرک در حکم بیان میکنه، یعنی الله سبحانه و تعالی در حکم خود کسی را شریک نمیکنه. شرک در حکم چی هست؟ شرک در حکم هی است که یعنی کسی در احکام الله مخلوق را چی کنه؟ شریک بسازه. چرا؟ ایناله چون اینمی قسم که عبادت مخصوص الله هست، حکم هم مخصوص الله هست. وله الحکم، مخصوص الله حکم است. اینال توحید در حکم چی است؟ که انسان مؤمن تمام احکام الله سبحانه و تعالی را، تشریع الله را، قوانین را که قوانین تشریع گفته میشه، این چیزهایی را که الله سبحانه و تعالی تشریع کرده از این اطاعت میکنه. چی در نظام اعتقادی باشه اطاعت میکنه، چی در نظام سیاسی باشه، چی در نظام عبادات باشه، چی در نظام مالی باشه، چی در نظام قضایی باشه. در تمام نظام ها این انسان مؤمن حکم الله را وقتی که اطاعت میکنه، این توحید تشریع میگن و توحید در حکم میگن. و شرک در حکم چی هست؟ شرک در حکم هی است که کسی در احکام عوض الله قوانین طاغوت ها را اطاعت بکنه. چون طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که قانون میسازه ضد شریعت الله، و کسی که از قوانین از اینا اطاعت میکنه، اینا امی طاغوت شریک ساخت با الله. الله متعال میگه ولا یشرک، و الله شریک نمیکنه فی حکمه، در حکمش احدا، هیچ کسی را در حکمش شریک نمیکنه. از این خاطر الله متعال یکی حکم تکوینی داره که در کل کائنات حکمش تطبیق میشه، بنابراین در کائنات هیچ کسی مداخله کردن نمیتونه. یکی حکم تشریعی هست که در این برای مخلوقات چی صلاحیت و اجازه داده شده هست که این مسلمان ها، انسان ها باید مطابق قصد خود و اراده خود و به ایمان خود اطاعت از احکام الله بکنن. اینال کسی که در این راستا مخالفت از حکم الله میکنه، عوض شریعت الله از دیگر قوانین اطاعت میکنن، بازی را شرک در چی میگن؟ شرک در حکم میگن. واتل ما اوحی الیک، و تلاوت بکنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما آنچه را که اوحی وحی شده الیک و سوی تو من کتاب ربک، از کتاب ربت. این برای چی است؟ برای رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میشه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای مردم اینمی قسم نقاط بفهمن. اول برای مردم بگو که اینا چند سال اینجا بودن، او را الله خوب میفهمه. این دیگر ها گپایی که میزنن گپای از اونا گپای بیهوده هست. چرا؟ به خاطر گپ الله، آنچه که الله میگه گپ الله صحیح هست، به خاطر که له غیب السماوات والارض، چرا که غیب آسمان ها و زمین مخصوص از او است. این یکی. دوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم بفهمان که الله سمیع و بصیر است، و برای مردم بفهمان سوم که ما له من دونه ولی، بغیر از الله دوست شما ندارین که شما را نجات بده.
چهارم این هست که الله متعال برشان خبر بساز که الله در همین قسم که در عبادت خود شرک خوش ندارن، در اطاعت از حکمش هم کس را شریک نمیکنه و اگر کسی شرک کرد اونمو قسم که شرک در عبادت در دوزخ است مشرک، اینمی قسم در احکام هم کس که شرک میکنه مستحق دوزخ میشه. وَاتْلُ و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان تلاوت بکن ما اوحی الیک، او چیزی که بر تو وحی میه، چی وحی خفی باشه چی وحی جلی باشه. وحی خفی وحی جلی قرآن عظیم شان است و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چرا الله سبحانه و تعالی میگه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب این آنچه که از کتاب رب تو وحی میشه او رو بر مردم تلاوت بکو، قرآن برشان تلاوت بکو و احادیث هم برشان بیان بکو. لا مبدل لکلماته، هیچ تبدیل کننده بر کلمات الله نیست. ولن تجد من دونه ملتحدا، و ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بغیر از الله پناهگاه پیدا کرده نمیتونیم. اینال ای اوامر دیگه، اوامر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ میگه واصبر نفسک و خود با کسان عادت بده و صبر بکو بر کسان که مع الذین، همراه کسانی که یدعون ربهم، اونا طلب میکنن ربشان را بالغداوة والعشی، صبح و شام اینا عبادت الله را میکنن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تو کوشش بگو که مؤمنین واقعی باشی که صبح و شام در عبادت الله هستن. ارادهشان چی هست؟ چرا صبح و شام عبادت میکنن؟ یریدون وجهه، اینا الله را میخواین، به خاطر روی الله کار میکنن. اینجا در یریدون وجهه چی ثابت میشه؟ صفت وجه یا روی به الله سبحانه و تعالی در قرآن ثابت میشه. لکن فکر ما و شما باشه که وقت روی الله سبحانه و تعالی وجه الله را سبحان میگیم در ذهن ما هیچ تشبیه با مخلوق نباشه. چرا اگر کسی تشبیه میکنه یا تمثیل میکنه میگه روی خالق مثل مخلوق، این باز شرک است در صفات الله. فقط این صفت میفهمیم، اما میگیم که وجه الله مشابهت با وجه روی مخلوقات نداره. وجه الله همون قسمی است که به ذات جلال الله شایسته است و ما کیفیتش نمیفهمیم چون مربوط به غیب است. ولا تعد عیناک عنهم، یعنی میگه چشمایت هم از اونا دور نکن. از کی؟ از انسانهای مؤمن که صبح و شام عبادت الله را میکنن و ارادهشان رضایت الله است. ترید زینت الحیات الدنیا، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا زینت زندگی دنیا را میخوای؟ این آیت قرآن وقت نازل میشه که یک تعداد از مشرکین و کفار پولدار میان پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگن که ما میایم در مجلس تو و تو ایمان میریم به شرطی که تو اینی مؤمنین فقیری که امرای تو هستن یا را دور برانی. الله متعال میگه که الله نیاز به پولدار و به مالدار و به سرمایه‌دار نداره. پیسه و مال پیش الله ارزش نداره. ارزش چی داره؟ ارزشی داره که کسی که واقعا بنده خاص الله هست. از این خاطر الله متعال گفت امرای اینمی فقیرایی که عبادت الله را صبح و شام میکنن و اراده الله را دارن، امرای از اینا باشه. امرای این کافرایی که مغرور هستن و مال طلب هستن و میخواین که همیشه کلانکاری بکنن، امرای از اینا نباش. ای رسول الله صلی الله علیه و آیا تو زینت دنیا را میخوایی؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، هیچ وقتی رسول الله صلی الله علیه و اطاعت نکو از کسایی که اونا را مثلا قلبشانه غافل ساختیم از ذکر خود. همین پولدارای کفار و مشرکینه که اینا با مال و خود زندگی خود افتخار میکنن و در غفلت قرار دادن، اینا را اطاعت نکو. و تبع هواه، ای کسانی که هم غافل شدن به اساس غفلتشان اینا مطابقت از چی میکنن؟ از خواسته های نفس خود میکنن. و کان امره فرطا، و امورشان کارایشان چی است؟ همیشه تفریط است، یعنی حکم الله را به اون شکلی که باید بکنن انجام نمیدن. و قل الحق من ربکم، و بگو برشان که حق از جانب الله هست، از جانب ربتان است. فمن شاء فلیؤمن. قل الحق، و اینجا حق چی است؟ توحید است، یعنی توحید از جانب الله هست. فمن شاء فلیؤمن، پس کسی که خواسته باشه بیای ایمان بره. و من شاء فلیکفر، کسی که ایمان نارد کافر شود. انا اعتدنا، الله متعال برتان اختیار داره. ایمان اجباری نیست، اگر کس ایمان میره بفرمایه و کسی که نمیره میخوای کافر شود کافر شود. انا اعتدنا، الله متعال میگه که
ما آماده کردیم برای اینمی کسایی که للظالمین ظالم هستن، خود در غفلت قرار دادن و از هوای نفسی خود پیروی میکنن و تفرید در امور میکنن و حق الله و رسولش قبول نمیکنن و ایمان قبول نمیکنن و توحید قبول نمیکنن، بلکه اختیار کفر میکنن. برای از این ظالما چی هست؟ نارن، میگه الله متعال میگه آماده کردیم آتش را، احاط بهم سرادقها، تو آتشی که دیوارهای از او اینا را احاطه کردن. و این یستغیث، باز اگر اینا در داخل اینمی آتش جهنم طلب آب بکنن و چیغ بزنن که آب یک ذره رو برای ما بتین که از هلاک شدیم از گرمی، یغاث، باز بر از اینا داده میشه به ما این آبی داده میشه که المهل، ای آب مثل مهل. چی است مهل؟ چی رو میگن در زبان عربی؟ وقتی که شما دیده باشین وقتی که امی آهنگرا و کسایی که فابریکای آهن و سرب دارن، وقتی که امی آهن سرب آب میکنن، امی آب ازی چقدر آب آهن که آب آهن هم تو جوش خوردگی، این دیگه بسیار خطرناک است. این قسم آب بر از اینا داده نمیشه که یشفی الوجوه، که چی میکنم که روحها را وقتی که اینا بروشن، روحهای از اینا را شوا چی را میگن مثل سرخ مثل کبابشان میکنه. بئس الشراب، و بسیار بد نوشابه است. الله متعال ما و شما را حفظ کنه. و ساعت مرتفقه، و جایگاهی از اینا هم بسیار بد است. مرتفق اصلا چی را میگه؟ متکه، تکیه‌گاه را میگه. و اصل ارتفاق چی است که برای کسی مثلا یک بالش مانده شود، اینا خب بالش ندارن، بلکه همین جایی که در دوزخ است این بسیار جای بیزش بعد حذبر از اینا. ان الذين یقینا کسانی که آمنو ایمان آوردن، برعکس از اینا آل میگه کسایی که ایمان میارن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن، الله متعال میگه ان ما با قدرت و عظمت خود، الله متعال وقتی که قدرت و عظمت خود بیان میکنه ضمیر جمع به ذات خود استعمال میکنه، و در جایی که توحید بیان میکنه با ضمیر مفرد استعمال میکنه. اینجا میگه که ان یعنی ما با قدرت عظمت خود لا نضیع، ضایع نمیکنیم اجر من احسن عملا، اجر کسی که اعمال حسنه میکنه. اولئک همین گروه لهم برایشان از جنات و عدن، جنت های دائمی تجری که جاری میباشه، من تحتهم الانهار، و در زیر درختها و قصرهای ازی جویبارها، سبحان الله، جوی شیر و جوی عسل و جوی آب و جوی شراب پاک، این 4 جوی در زیر از اینا جریان داره. یحلون، بر از اینا لباس ها پوشانده میشه، لباس هایی که یعنی زیوراتی که فیها من اصابر، از زیورات میباشه، من ذهب از طلا، و یلبسون، و پوشانده میشن ثیابا سبحان، یعنی یحلون فیها من اصابر من ذهب، یعنی بر از اینا زیورات پوشانده میشه که اینا از طلا هست. و یلبسون ثیابا خضرا، و بر از اینا پوشانده میشه لباس های سبز، من سندس و استبرق، که از چی میباشه؟ که از ابریشم نرم و ابریشم دبل. یعنی بعضی اوقات ابریشم انسان در ابریشم نازک لذت میبره، بعضی اوقات در ابریشم دبل چی میبره؟ لذت میبره. متکئین، تکیه میکنن، فیها در امی جنت، علی الارائک، بالای تختهای از بسیار لکس بالای از اینا دیگه چی هستن؟ تکیه میکنن. نعم الثواب، بهترین اجر است، و حسنت مرتفقا، و بسیار جایگاه هست بر از اینا.